رضا دوست. ادامه بدم؟ اسممو که میخوام بگم نمیتونم چون من زبونم یکم میگیره، همیشه میگم REZA. رضا. من ایرانیم، اصفهانیم. شغلم فقط نقاشیه، تنها کاری که بلدم، تنها کاری که کردم تو تمام عمرم. در مورد نقاشی بگم که از نقاشی من بدجوری مایوسم، خیلی ناامیدم کرده تو این سالهای آخر عمرم. همش دروغه، همش ادا در آوردن، مسخره بازیه و یه بیزنسه. من بیزنسمن نیستم، من نقاشم، برای همین میگم ازش مایوسم، چون فکر میکنم که نمیتونم واقعیت اون چیزی که میبینم بیان بکنم، نمیتونم. یعنی من تواناییشو ندارم. خوش به حال اونایی که تونستن با نقاشیشون بگن اون چیزایی که دوست دارم بگن. خوش به حال ون گوگ. چون اصلا واقعی نیست، دروغه. ولی عکس به نظرم واقعیه. خوش به حال شما که فوتوگرافه، کار عکاسی واقعیته و من عکس‌ها رو مستقیم تو بک‌گراند تابلوام استفاده کردم که تو اونا دخل تصرف نکنم، هیچ دروغی نگفته باشم. ولی نقاشی من دروغن، اون عکس‌ها واقعیه، همش اون نوشته ها واقعیه. هیچ اعتقادی به گلوبالیزیشن و اون مسخره بازی دهکده جهانی اینا ندارم. من ایرانیم، نقاشیم ایرانیه. من با یه نقاش کانادایی که تو کانادا به دنیا اومده فرق میکنم. من با یه نقاش سرخپوست فرق میکنم. من با یه نقاشی که تو قلب پاریس تو مونمار به دنیا اومده فرق میکنم. چرا نقاشیم نباید فرق بکنه؟ من اصفهانیم، من ایرانیم و تمام ذهن و روحم فعلا اونجاست. نمیدونم فردا چی میشه، ولی موضوع نقاشی، موضوع چیزی که بهش فکر میکنم فعلا فقط اینه. همه اینا تصویر خودمه به یه نوعی، یا تصویر چیزایی که دیدم، به چشم خودم دیدم و تصویرش کردم. هیچ چیز پیچیده نیست، خیلی ساده. اون دست چپ خودمه، اون عکس خودمه، اون عکس فامیلمه، اون عکس شاه عباسه که از بچگی تو رو در دیوار اصفهان دیدم. اینم لیمویه که جلو چشمم دارم میبینم و هیچ کار خارق العاده نمیکنم. من نقاشی میکنم، تمام. عاشق طراحی ام و عاشق اسکچ بوک هم هستم. That's it.